سلام خدمت دوستان گرامی، خوش اومدید به کانال دکس گیم. خب امروز اومدیم در مورد بازی ریجن ریسر گیم پلی ببینیم. بازی چی بوده، چی شده، چجوری رقیب نیت فور اسپید بوده، دریفتش چجوری هستن و جزئیات دیگر. خب بی حرف پیش بریم سراغ بازی که تایم الکم گرفته نشه، چون بازی آنچنان چیزی نداره. بعد حواسم پرت کرد. آخ آخ دوستان من کیفیت بازی رو بردم بالا، وگرنه کیفیت بازی اصلا این نیست. توی قسمت گرافیک رزولوشنش رو بردم بالا. حالا آموزش رو میذارم که چجوری باید رزولوشن رو ببریم بالا، وگرنه خیلی پیکسل میکسلی خیلیه. ای نفر پنجم شدم. داستان بازی همین قدره تمام. حتی زمین اضافه هم فکر نکنم، بذار یه نگاه بکنم. گیم اوور، باختم. زمین اضافه چرا داره؟ مسیر داره، زمین نداره. این چه؟ حالا میتونید مدل ماشینتون رو عوض کنید. چند رانده باشه. این از بازی زیاد چیزی نداره. اون زمان روی بازی روی دستگاه‌های آرکید بود و بعدش اومد روی پلی‌استیشن 1. یعنی چجوری بگم، مهندسای بازی سازی چون خیلی سخت بود یه بازی آرکید اینقدر دیگه خیلی بزرگی بتونی توی یه پلی‌استیشن، یه دست کوچیک کنسول کوچیک خونگی جا بدی. مهندسای بازی سازی شبانه روز توی گفتین شبانه روز روی این برنامه کار کردن، روی تکسچر ها، نوع ماشین ها،
فریم به فریم کار کردن که بتونن بازی رو توی پلی استیشن 1 بیارن. پلی استیشن 1 که تو سال 1994 اومده بود آنچنان طرفداری نداشته و با کنسولی مثل گیم بوی خیلی اون زمان فروش نسخه داشت، ولی پلی استیشن نه. و اینکه وقتی این بازی اومد پلی استیشن طرفدار پیدا کرد، چون این بازی اگه اشتباه نکنم فقط مخصوص پلی استیشن اومد، پلی استیشن 1. خاطر اون زمان طرفداران خیلی زیادی رو به خودش رسید و همه توی سال 1994 پلی استیشن 1 می‌خریدن. اینم از ویدیوی امروز. این بازی آنچنان چیزی نداشت و آخرین بازی توی سال 1994، یعنی ما سال 1994 سه تا بازی برتر رو، یکیش همین ریجن ریسر بود، یکیش ایکس من بود، یکیش هم تیکن. این سه تا بهترین بازی‌های اون سال بودن و ما الان سال 1994 تمام میشه و وارد سال 1995 میشیم. دوستانی که با ما همراه بودن خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین. لایک و ساب یادتون نره، کامنت بذارید 100% میخونم و جوابم میدم. نظری، انتقادی، شکایتی چیزی دارید توی کامنت ها بگین. اگه ایده‌ای دارین که چجوری ویدیو رو بهتر کنم توی کامنت ها واسم بنویسید. تا یک گیم دیگه با دکس گیم، بدرود.